از پنجره به کاوه نگاه انداختم. دستاشو توی جیب پالتوش فرو برده بود و نگاه میکرد. پلکاشو محکم به هم کوبید و لبشو با زبونش ته کرد و جوری که من بفهمم لب زد. میبینمه. ایشی کشیدم و چشممو توی حدقه چرخوندم. دوباره هندزفری رو توی گوشم گذاشتم و از پلیلیست گوشیم این بار آهنگ دیگه‌ای گذاشتم و اصلا به اطراف و نگاه‌های سنگین بقیه که روم بود توجهی نکردم. از ایستگاه آخر تا بیمارستان فاصله نبود. بلافاصله بعد از پیاده شدنم دویدم تا خودمو به کلاس برسونم. خوشبختانه کلاس به خاطر تأخیر استاد دیرتر تشکیل شد و اون روزو شانس آوردم. من به اندازه کافی توی دانشگاه و گاهم بیمارستان منزوی بودم و حالا وضعیت روحیم کاری کرده بود که فاصله بیشتری از آدما بگیرم. بعد از 2 هفته برگشته بودم و به جای اینکه روی خوش به بقیه نشون بدم مدام توی لاک خودم بودم و اونقدر این رفتارم تابلو بود که میفهمیدم زیر نظر بعضی از بچه‌ها که با هم واحد مشترک باز میکردیم هستم. کلاس اول که تموم شد به طرف محوطه قدم برداشتم. 2 ساعتی وقت اضافه داشتم تا تشکیل کلاس بعدی. روی نیمکت نشستم و با هانا تماس گرفتم. حدس می‌زدم خواب باشه، اما صدای بغضیش که تو گوشی پیچی دوباره غم عالم توی دلم ریخت. الان که من باید هانا رو دلداری میدادم خودم غرق بودم توی مرداب غم و هر چی دست و پا می‌زدم بیشتر فرو می‌رفتم. نفس عمیقی کشیدم و دوباره نقاب اون دختر جسور و قوی رو روی صورتم کشیدم و گفتم برمیگرده. خب چرا اینجوری میکنی؟ بغضش ترکید. حتی گریه کردنش هم با مزه و با ناز بود. حق زد و گفت بابام، دریا بابام. از حرفش جا خوردم، نگران از این که نکنه این گریه ها برای باباش باشه و اتفاقی افتاده. مضطرب از روی نیمکت بلند شدم و گیج پرسیدم بابا چی هانا؟ اتفاقی افتاده؟ نفسشو آهمانند و پرسوز بیرون فرستاد و فین فینی کرد و این بار بدون گریه اما با صدای گرفته جواب داد نه دیوونه، خدا نکنه، بابام میگه نه. رفته دوباره روی نیمکت نشستم. دست دیگه‌مو توی جیب روپوشم فرو کردم و گفتم خولی تو این چه طرز حرف زدنه؟ زهلم ترکی. دور از جون گفتم و خدایی نکرده حالا چی شده؟ خب باباها همشون اولش همینن دیگه، مخالفت میکنن ولی بعدش اوکی میدن. دیگه دردت چیه اینجوری نشستی نق میزنی؟ رابطه دوستی من و هانا بامزه بود. هر دومون روانشناسی میخوندیم و حالا به مشاوره نیاز داشتیم و در حالی که هر کدوم از درون روحی در حال متلاشی شدن بودیم به هم دلداری و مشورت میدادیم بدون اینکه بفهمیم مشکلمون چیه. دوباره آه پرسوزی کشید و گفت میدونی دریا، من اولش به خاطر ویزا به نوید نزدیک شدم، اما الان که به خودم اومدم میبینم چقدر بهش وابستم. دریا. دوباره صداش لرزید، بغض کرد و در حالی که حقق میکرد گفت نمیدونم چرا بابا اینجوری میکنه. باهاش تو کار اوکی شده اما خودشون میگه نه. اشک توی چشمای منم حلقه زد و یاد حرفای بابا من کردنش و سختگیریایی که برای فرضی میکرد افتادم. مگه ممکن بود پدرش اشتباه کنه با توجه به مشکلاتی که من الان داشتم؟ اما اون لحظه نمک روی زخمش نشدم و به جاش گفتم هانا همه چیزو بسپار به زمان، بذار یه مدت نوید با پدرت حالا توی کار در تماس باشه. بالاخره خودش متوجه میشه نوید مرد خیلی خوبی و مناسبه، یه دونه بچه نونو رو لوسشه. توی بغض و گریه کوتاه خندید. شاید به همین یه جمله من دلگرم شد. دلم میخواست یکی باشه که دلگرمم کنه اما نبود و من تنها تمام درد و رنج هامو بغل گرفتم و به گوشه تنهایی خودم پناه بردم. بعد از خداحافظی با هانا 1 ساعتی رو هم توی محوطه بیمارستان چرخیدم. نگاه هم تک و توک به بیمارا بود. با خودم گفتم یعنی کدوم یکیشون به خاطر یه شکست عشقی به این حال و روز افتاده. دستمو توی جیب روپوشم فرو کرد و چند قدمی راه رفتم تا ساعت کلاس بعدیم برسه. اصل مثل همیشه با تنی خسته و رنجور به طرف خونه راه افتادم. دیگه زندگی برام رنگی نداشت و یه چیزی شبیه به نور امیدی توی دلم خاموش شده و من میون تاریکی توی خلم معلق شده بودم و اصلا متوجه زمان و اطرافم نمی شدم. زنده بودم، نفس میکشیدم، هرچند کم غذا میخوردم اما
دختری به نام دریا درون من مرده و حالا با این زن افسرده آشنایتی نداشتم. کلید انداختم و داخل حیاط عمارت رفتم. بی اختیار سرم رو بالا گرفتم تا تراس طبقه بالا رو ببینم. انگار به خاطر حرفای نوی که گفت فرضی برمیگرده هنوز امید داشتم و اون بالا در حالی که به سیگارش پک میزنه ببینمش. نه به خاطر اینکه عشقی بهش توی قلب یخ زدن باقی مونده بود، نه، به خاطر حفظ آبروی پدرم. اما با دیدن تاریکی و سکوت عمارت باز دلم ریخت و سعی کردم خودمو به این باور برسونم که همه اینا محال و باید تمرکزم رو میذاشتم روی روح زخمی دختری که با اعتمادش بازی شده بود. هرچی بابا رو صدا زدم جوابی نگرفتم، با اینکه چراغای اتاق روشن مونده و بعید میدونستم بابا جایی رفته باشه، اما ظاهرا نبود. بی خیال و با گفتن اینکه شاید دوباره رفته تا همشهریشو ببینه سرم رو پایین گرفتم و وارد اتاقمون شدم. اما از دیدن چیزی که روبروم بود حس کردم قلبم ایستاد. بابا دراز به دراز کف اتاق افتاده و حرکت نمی‌کرد. رد باریکی از خون گوشه لبش خشک شده و رنگ صورتش به کبودی میرفت. پاهام یاری قدم برداشتن نداشت و حتی صدایی از گلوم خارج نمیشد. یهام به خودم اومدم، با قدم‌های سنگین طرفش رفتم. بی اون که بفهمم دارم چیکار میکنم سرمو به روی سینه‌اش گذاشتم. خیالم که از تپیدن ریتم نامنظم قلبش راحت شد، فوراً با آمبولانس تماس گرفتم. اون غروب لعنتی، من رسما یه بار مرگ رو تجربه کردم. بابا همه دارایی من توی این دنیا بود. اگه خدای نکرده اون رو هم از دست میدادم دیگه چیزی نداشتم که ثابت کنه زندگی ارزش ادامه دادن داره. تمام اون لحظاتی که طول کشید تا بابا رو ببرم بیمارستان من اشک ریختم و نمیدونستم باید چیکار کنم. گیج شده بودم. دکتر همون لحظات اولیه معاینه و بعد از تشکیل پرونده بابا رو توی آی سی یو بستری کرد. ظاهرا ریه‌هاش آب آورده و چند تایی از رگه‌های قلبش گرفتگی داشت. انگار بالاخره اون سیگار لعنتی کار خودشو کرده بود. پشت بخش آی سی یو منتظر ایستاده بودم بلکه یکی بیاد و یه خبری از بابا بهم بده. بیخبری واقعا داشت نابودم میکرد. روی نیمکت توی سالن نشستم. گوشیمو از جیبم در آوردم و چند بار دستمو اسم هانا گذاشتم تا باهاش تماس بگیرم، اما به خاطر حال بد خودش منصرف شدم و همین که خواستم گوشی رو توی جیبم سر بدم اسم انصاری ترم 4 روی گوشی روشن و خاموش میشد. نفس عمیقی کشیدم و توی اون موقعیت حوصله کلکلای کاوه رو نداشتم. گوشی رو سایلنت کردم و توی جیبم سر دادم. اما انگار دست بردار نبود. ویبره موبایلم کلافم کرد. شایدم خودم رو گول میزدم و اون لحظه از بی کسی به کاوه پناه بردم و تلفنش رو جواب دادم. گوشی رو با دستای سرد و لرزونم کنار گوشم گذاشتم که صدای شادش اومد و گفت سلام خانم یه دنده، حالا یه دقیقه گوشی تو جواب بده، شاید کار واجب داشتم. گریه عمونم نمیداد حرف بزنم. هنوز توی شوک بودم، اما صدای لرزون و خفه از اشکم رو به گوشی رسوندم و با حق گفتم شاید نمیتونم جواب بدم. چرا انقدر سمجی تو؟ نگران و با صدای بلند شدم. تشر پرسید چی شده دریا، خوبی؟ کلافه از حرفاش و سوالای بی‌موردش بلند شدم تا از سالن بیرون برم. میترسیدم سرش فریاد بزنم و سکوت سرد و تلخ بیمارستان رو به هم بریزم. همونطور که از پله‌های اضطراری پایین میدویدم گفتم این صدای یه آدمیه که حالش خوبه؟ کاوه این وسط حوصله تو یکی رو ندارم، لطفاً دیگه زنگ نزن. ملتمس و با ناراحتی، شایدم به خاطر حرفام و تون گفتنام پرسید دریا لطفاً حداقل بگو کجایی؟ پوفی کشیدم و خسته از این پیگیریاش در حالی که توی محوطه جلوی بیمارستان میرفتم جواب دادم بیمارستانم، پدرم ناخوشه، قلبش. نتونستم ادامه بدم. دوباره با گریه به خاطر تحمل اون حجم از بیکسی و بیپناهی بدون اینکه بفهمم رو به کاوه گفتم من تنهام کاوه، بابام خوب نیست، بیمارستان آوردمش، بردنش توی آی سی یو کاوه بابام. اما انگار کاوه هم حوصله زجه‌های بی‌امونمو نداشت که صدای بوق اشغال اومد و بعد تماس قطع شد. با دستام خودم رو بغل گرفتم و بی توجه به نگاه‌های پر از ترحم یا شایدم کلافه بقیه بلند گریه کردم و چند قدم به طرف جای خلوتی راه افتادم تا یکم، فقط یکم آروم شد.
روی زمین سرد و تکیه به ساختمون بیمارستان نشستم و خیره به آدمایی که دورتر از من در حال رفت آمد بودن بی صدا گلوله گلوله اشک ریختم. جز به جز لحظه‌ای که با پدرم سر شده بود و با خودم مرور می‌کردم. وقتایی که مریض می‌شدم بابا بود. فقط بابا رو داشتم که بهم دیکته بگه. اگه حبس غذایی می‌کردم تمام تلاششو می‌کرد شبیهشو درست کنه. حتی اون موقعی که ازش خواستم تا برام با قالیقاطقی که همکلاسیام از ذوق مزه‌ش میگفتند و بی برو برگرد درست کرد و با اعتماد به نفس تموم به آش شوربای بدمزه به عنوان بقالیقاطوق بهم غالب کرد. تا چند وقت به خاطر اون غذای مزخرف خندیدیم. از به یاد آوردن تک تک خاطره ها گاهی لبخند روی لبم اومد و گاهی قلبم مچاله شد. تمام اون شبایی که از خواب میپریدم و بابا نبود رو به خاطر آوردم و از صبح روز بعد از چشمای سرخ و رختای خاکیش میفهمیدم باز رفته سر خاک مامانم. سرم رو به آسمون گرفتم. نور ستاره های به خاطر تاری دید از اون همه اشک کشیده میدیدم. لبهای لرزونم رو از هم باز کردم و زمزمه وار در حالی که نفسم حتی به زور بالا میومد گفتم بابا زندگی سختی داشته، معجزت رو بهش نشون بده. سرم رو پایین انداختم. نگاه به ساعت مچی توی دستم کردم. 1 ساعت گذشته و با گفتن این که شاید بخوان از وضعیت بابا بهم خبری بدن از جا بلند شدم. چند قدم به طرف در ورودی را افتادم و اصلا نای راه رفتن نداشتم. انگار شخصی که کنارم بود متوجه حال بدم شد که خودشو بهم رسوند و دستشو دورم حلقه کرد. نگاهمو بالا آوردم تا بگم خوبم و با چه اجازه‌ای به قلم کرده، اما چشمام گره خورد به صورت نگران ناراحت کاوه. با دیدنش انگار بغض نیمه جونم دوباره ترکید. ازش فاصله کوتاه گرفتم و دستشو پس زدم، اما حقیقی کردم و پچوار گفتم کاوه بابام همه کس منه، نکنه. حتی نمیتونستم راجع بهش حرف بزنم. لبهامو محکم روی هم فشار دادم و هرچی تلاش کردم جلوی گریه‌مو بگیرم نشد. حقیقمو توی آستین سویشرتم خفه کردم و جلوی در آسانسور ایستادم. نگهبان با ابروهای در هم نگاهمو میکرد و احتمالاً به خاطر اون همه زاری و گریه ها میخواست منو از اونجا بندازه بیرون. کاوه دوباره با سماجت بیشتری دستشو دور شونه‌های لرزونم حلقه کرد و کنار گوشم گفت مشکلی پیش نمیاد، مطمئن باش. میخواستم بهش اعتماد کنم و دلخوش به این که بابا خوب میشه اما بهتر هر کس میدونستن که بدنم با کاراش و بی‌ملاحظگیاش و سیگار کشیدناش چه بلایی سر خودش آورده. دوباره مؤدب ازش فاصله گرفتم و این حرکتم انگار براش خوشایند نبود که پوفی هستا کشید و دیگه حرفی نزد. اما مگه برام اهمیتی هم داشت توی اون موقعیت؟ اصلا مگه من همچین دختری بودم که تا تقی به توقی بخوره از بغل فرزین در بیام برم بغل کاوه؟ من شکسته و رنجیده بودم درسته، ولی هنوزم دلم نمیخواست کاوه یا هر مرد دیگه هم به هم نزدیک بشم، چه برسه به اینکه حتی منو لمس کنه. وجود کاوه اون لحظه برای من عین هانا بود، نه بیشتر. فکر میکردم شاید بشه روی رفاقتش حساب کرد و گاهی به عنوان دوست باهاش هم کلام شم. اما کاوه فرای این افکاری که من توی سرم داشتم فکر میکرد و انگار حساب دیگه روی من کرده بود. جلوتر از کاوه به طرف آیسیو رفتم. از پنجره کوچیک نگاهی به داخل بخش انداختم. خیال میکردم هر لحظه قراره به هم خبرهای بدی بدن. حالم دست خودم نبود. اشک دوباره بی صدا روی گونه‌ام سر خورد. اما این کاوه بود که پاکشون میکرد و کنار گوشم زمزمه وار نجواهای امیدبخش که بابا خوب میشه و برمیگرده رو بهم میداد. اون شب کاوه تا صبح توی بیمارستان بود و من حتی نمیتونستم روی صندلی‌های سالن بشینم. کاوه بی حرف اضافه یا کار نابجایی کنارم ایستاد و باهم همدردی کرد. اون واقعا یه مرد کامل و فهمیده بود. صبح روز بعد کارهای درمانی بابا شروع شد. چند روزی بستری بود. از ریه‌هاش نمونه گرفتن و براش آنژیو انجام دادن. و تمام اون مدت کاوه منو همراهی میکرد و به واسطه روابطی که توی بیمارستان داشت کارهامون سریعتر و راحت‌تر پیش میرفت. رفته حال بابا بهتر میشد. اون 8 روز که بستری بود برای من به اندازه 80 سال گذشت و من مدام نگران از وضع بابا، حتی خودم هم از یاد برده بودم. چه برسه به این که بخوام عزادار قلب شکستم باشم، به فرزین و کارهایی که باهم کرده بود فکر کنم. گاهی حتی ساعتها گرسنه میموندم و اگر کاوه بهم یادآوری نمیکرد
باید غذا بخورم خودم حواسم اصلا نبود. دیگه بابا هم توی اون رفت و آمدها متوجه کاوه و حضورش شده و انگار بعدش نمیومد این مرد متشخص و محترم حامی یه دونه دخترش باشه. ولی خبر از گند زدنای من نداشت و نمیدونه دختر به اصطلاح نجیبش چیکارا کرده. صبح روز 8 بود و به دستور پزشک باید بابا رو مرخص میکردیم. کاوه از صبح بدو کرد و خسته و کلافه داخل اتاق اومد. لبخندی زد و رو به بابا که ظاهرا حالش بهتر شده بود گفت جناب حیدری تا نیم ساعت دیگه میتونیم بریم. منتها بازم پزشکتون تاکید کرد اگر حس میکنه حالتون مساعد نیست 2 روز دیگه هم بمونیم. بابا کلافه و خسته از محیط بیمارستان حتی اجازه نداد حرف کاوه تموم شه و نفس زنون گفت نه فقط میخوام برم. کاوه این بار مغموم خندید، نگاه کوتاه به من انداخت و وسایل رو از روی کمد برداشت. ازش خجالت میکشیدم. میدونستم این مرد هیچ وقت خودش کاری نکرده و همیشه خدمتکار داشتم و حالا این چند روز تمام زحمات من و بابا رو به عهده گرفته بود. خجالت زده از اینکه اون همه وسیله رو برمی‌داشت گفتم شرمنده اسباب زحمت شدیم. به خوشی براتون جبران کنم جناب انصاری. نیشخندی زد و آروم و بی صدا جوری که بابا متوجه نشه و فقط من لبخونی کنم گفت جبران میشه. لبگزه‌ای کردم و چشم ازش برداشتم. کاوه انگار زیاد منو جدی گرفته بود و حرفا و مخالفت‌های منو به شوخی برداشت میکرد. سری متاسف تکون دادم و به طرف بابا چرخیدم. کاوه هم احتمالاً وسیله ها رو داخل ماشینش برد و من بدون اینکه تعارف کنم فقط تشکر کردم چون واقعا کمکاش اون زمان برام ارزش زیادی داشت و بار زیادی از روی دوشم برمی‌داشت. کسی رو نداشتیم که روی کمکش حساب کنیم و حالا کاوه به اندازه تمام نداشته های من و بابا بود. با کمک کاوه بابا رو مرخص کردیم و به عمارت برگشتیم. دوباره با دیدن سکوت عمارت تمام غم تنهایی عالم توی دلم نشست. به قول هانا کشتی‌های هر دومون عین تایتانیک غرق شده بود و هیچ کدوممون دیگه حوصله هیچی نداشتیم. کاوه یه بازوی بابا و من بازوی دیگرش رو گرفته بودیم و با هم داخل اتاقمون بردیم و کمکش کردیم روی کاناپه دراز بکشه. متشکر و قدردان به کاوه نگاه کردم و گفتم یکم زمان بدین یه چیزی درست میکنم دور هم بخوریم. از اینکه جلوی بابا باهاش رسمی حرف میزدم خنده‌اش میگرفت. لباشو به زور جمع کرد تا جلوی خنده‌هاشو بگیره و همونطور که روی زمین مینشست جواب داد نیاز نیست دریا خانم شما هم خسته ای. بابا به جای من با همون حال خراب و بریده در حالی که سرفه همونشو بریده بود گفت نه بمون جوون یه لقمه پیدا میشه دور هم بخوریم. کاوه که به خاطر حال بابا ناراحت شده بود سری متاسف تکون داد و با خجالت و بین حرف بابا گفت چشم آقای حیدری چشم فقط شما خودتو اذیت نکن من میمونم. بابا چند تایی دوباره سرفه کرد. لبخند رضایتمندی روی لبهاش نشست اما نای جواب دادن نداشت. به طرف یخچال رفتم. توی اون مدتی که بابا بیمارستان بود من فقط در حد سر زدن و لباس عوض کردن به خونه اومده بودم. یخچال تقریبا خالی بود. این تنها انتخابم بود توی اون موقعیت. میوه چندانی هم نداشتیم و از بین اون میوه هایی که توی بیمارستان برای بابا خریده بودم چند تایی شستم و جلوی کاوه گذاشتم. معذب شده بودم و مدام با ایما اشاره از من میخواست که بشینم اما اونقدر این مدت برای من و بابا زحمت کشیده بود که این کارا رو ناخودآگاه با جون و دل انجام میدادم. با اینکه خسته بودم اما هیچ زحمتی برای من نداشت. اون روز رو برای ناهار یک کتلت دست و پا شکسته درست کردم. به پیشنهاد کاوه برای اینکه بابا از بوی سرخ کردن غذا اذیت نشه تابه و پیکنیک رو توی حیاط گذاشتم. کاوه برخلاف ظاهرش خیلی گرم و صمیمی برخورد میکرد و مدام از هر دری وارد میشد تا با من ارتباطی خلاف اون چی که خودم در نظر داشتم بگیره ولی هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. من هنوز زخمی از عشق ناپاکی بودم که یک شبه قلبم رو تسخیر و بعد رهام کرد. کاوه تمام اون مدتی که بابا توی بستر بود و من به تنهایی بار زندگی رو به دوش میکشیدم مدام پیگیرم میشد. گاهی صبحا دور از چشم بابا منو به دانشگاه میبرد و بعد از ظهر برمیگردون. اونقدر برام گل گرفته بود که کم و پیش بابا فهمید که کاوه عاشقم شده و منو میخواد.
شایدم بعدش نمی اومد دامادی مثل کاوه داشته باشه که زیاد به هم سخت نمی گرفت. گاهن کاوه به بابام سر می زد و جویه احوالش می شد. روزها یکی یکی می گذشتن و با تمام این تلاش های کاوه من هیچ حسی بهش نداشتم جز همون قدردانی. کاوه تبدیل شده بود به رفیق روزهای سخت من. هرچند که هانا هم کم و بیش حضور داشت، اما حالا خودش درگیر راضی کردن پدرش برای ازدواجش بود و کمتر از قبل به من سر می‌زد و من سعی می‌کردم زیاد بهش زحمت ندم. خودش به اندازه کافی مشکلات داشت. بالاخره اون یه ماهی که منشی دکتر گفته بود سر اومد. یه هفته میشد که خاله و حسن به اصطلاح به عیادت بابا به امارت اومده بودن. روز قرار با دکتر بود و من از صبح اضطراب داشتم که نکنه کسی چیزی بفهمه. تمام اون مدت جون کنده بودم تا این راز رو توی سینم پنهون کنم. عزممو جزم کرده بودم برای انجامش. میدونستم داشتم فقط خودم رو گول میزدم، اما حداقل اینجوری میتونستم تا حدودی آبروی بابامو حفظ کنم. لباسامو پوشیدم و بعد از خداحافظی با خاله و بابا از خونه بیرون رفتم. وقت اتوبوس سوار شدن و این ایستگاه و اون ایستگاه رفتن رو نداشتم. برای همین تاکسی در بس گرفتم. نمیدونم چرا اینقدر دلاشوب بودم. مدام چیزی توی وجودم میلرزید. تمام تنم به رعشه افتاده بود. راننده جلوی مطب ایستاد و من با تردید پیاده شدم. نگاهی به ساختمون فرسوده انداختم. با خودم زمزمه کردم دریا تا اینجا اومدی، بقیه‌شم برو. با قدم‌هایی که مال من نبود طرف اون ساختمون بلند و قدیمی قدم برداشتم. آدرس رو با خودم مرور کردم. طبقه 4، واحد 2. داخل رفتم. آسانسوری برای بالا رفتن نبود. پله‌ها رو یکی یکی با سختی بالا دویدم. پاهام سوز شده و نفس می‌زدم. اما حالا که نزدیک بودم به هدف اراده قوی‌تری داشتم. دستمو دراز کردم و زنگ واحد رو فشردم. ساختمون خلوت بود و هیچ کسی جز من و منشی و دختر جوانی که روپوش پزشکی به تن داشت توی اون مطب لعنتی دیده نمیشد. ترسیدم. خیال کردم یه چیزی درست نیست. انگار برام خوابی دیده بودن. خواستم برگردم اما مگه چیزی برای از دست دادن داشتم؟ سلامم رو با تکون دادن سرشون جواب دادن و عجیب بود. اونا از من آشفته تر به نظر می رسیدن. اما چرا؟ مگه کار خلافی انجام می دادن؟ منشی جوان که کاملا رنگش پریده بود رو به من با صدای لرزونی گفت عزیزم برو تو اتاق معاینه حاضر شد تا خانم دکتر بیان. سری به معنای تایید حرفش تکون دادم. میدونستم قراره درد بکشم، رنج حرفایی که لایقم نبود و تحمل کنم، اما این انتخاب من بود، حتی به اشتباه. پاهایی که به سنگینی چند تن شده بود و روی زمین کشیدم و به طرف اتاقی که کثافت از سر روش میبارید رفتم. نگاهمو دور تا دور چرخ دادم. تخت معاینه زوار در رفته، ست جراحی که معلوم نبود ایزوله شده یا نه و مدرک پزشکی که اصلا شبیه دختر جوانی که خودشو پزشک معرفی کرده بود نبود. همونطور که حدس می‌زدم کاسه زیر نیم کاسه‌شون پنهون کرده و داشتن احتمالاً خلاف می‌کردن. اما مگه برای من اهمیتی هم داشت؟ اونجا توی اون مطب لعنتی کثیف، چه با مجوز چه بی مجوز، من فقط می‌خواستم کارم انجام بشه و آبروی پدرم رو بخرم و با خودم ببرم توی خونه. شلوارم رو با احتیاط از پاهای لرزونم پایین کشیدم. لباس زیرم رو که به تازگی زیادی مرطوب میشد رو توی کیفم چپوندم و با شرم و انزجار روی تخت دراز که نه نیمخیز شدم. دختر جوان که کاملا بی تجربه هم به نظر می‌رسید بین پاهام قرار گرفت. نگاهی به صورت خجالت زده و ترسیدم انداخت. دستکشاشو دستش کرد و مایه لزجی رو از توی بطری روی دستش ریخت و تنمو لمس کرد و بعد خیره به پایین تنم گفت چقدر گذشته؟ لب‌های لرزونم رو از هم باز کردم. با صدای خفه جواب دادم حدود 1 ماه. اوهمی توی گلو زمزمه و ابروهای باریکش رو توی هم کشید. عینکش رو با پشت دست بالا داد. این بار روی صندلی نشست و دقیق‌تر معاینه‌ام کرد. نفهمیدم مگر این معاینه داخلی اونم اینقدر دقیق لازم بود. پوزخند صداداری زد و سرش رو بالا آورد و خوفی کشید و بلند شد. چند قدم به عقب رفت. دستکشای پلاستیکی را دستش در آورد و با لحن تمسخرآمیزی رو به منشی ترسیده و نگران گفت منو مسخره کردی محشی؟ دختر حامله است، بعد میگی بدوزه؟ چیو بدوزم؟ بدوزم که 2 روز دیگه باز بزاد و پارشه؟ از حرفاش، لحنش،
کلماتی که به کار می‌برد وحشت کرده بودم. از خودم پرسیدم این داره راجع به چی یا کی حرف میزنه؟ یعنی چی که حامله است؟ پوفی کشید و به طرفم چرخید. با همون لحن پر از توهینش گفت ببین دختر جون، ما اینجا سخت انجام نمیدیم، برو جای دیگه. هنوز گیج بودم. سرمای صندلی فلزی انگار مغزم از کار انداخته بود که نفهمیدم چی داره میگه. دستمو حائل تنم کردم، نیمخیز شدم و توی همون وضعیت اسفناک گفتم ببخشید من متوجه نمیشم راجع به چی صحبت میکنید. خب هنوز حرفم تموم نشده بود که به اصطلاح پزشک جوان دوباره با حرص به طرفم اومد. عصبی به نظر میرسید. دستمو گرفت تا کامل رو تخت بشینم و با همون خشمی که من دلیلشو نمیفهمیدم گفت یعنی چی نمیفهمید؟ دارم میگم حامله‌ای، هنوزم منگی؟ حتما همینجوری گیجبازی در آوردی حاملت کردن، بعدم ولت کردن دیگه. خیره به چشمای دخترک یاوه‌گو حتی پلک هم نمیزدم و اون برای خودش میبرید و میدو و من فقط جنبیدن لبهای باریکشو میدیدم. نفس کشیدن که یادم اومد انگار از دنیای دیگه برگشتم. از روی تخت پایین اومدم. چشمام سیاهی رفت. منشی به طرفم اومد و دستمو گرفت و بیرحم نبود، مثل اون دکتر تازه کار. انگار دلش سوخت که زمزمه‌وار پرسید حالت خوبه عزیزم؟ سرت گیج رفت؟ مبهوت و بی‌حب بدون اینکه بتونم کلمه‌ای جواب بدم نگاش کردم. شلوارمو از روی چوب لباسی چنگ زدم. با سرگیجه عجیب که حتی قادر به حفظ تعادلم هم نبودم شلوارمو به سختی پوشیدم و رو منشی نگران گفتم من نمیدونستم، من نفهمیدم دارم چی میگم. کاملا شوکه و ترسیده فقط داشتم توی ذهنم دنبال یه راه فرار میگشتم. دخترک که انگار بیشتر از من ترسیده بود خودشو جلو کشید و نگاهی به بیرون اتاق انداخت و با صدای آرومی گفت ببین این خودش دکتر نیست که قطعی بگه، حالا شاید هم اشتباه کرده باشه. داشت دلداری میداد. این دختر که بدون اجازه پزشک اصلی مالک مطب به قول خودش رزیدن رو به اینجا آورده بود برای من دل میسوزوند. اما چرا؟ یعنی اینقدر ترحم انگیز به نظر میرسیدم؟ دستمو به دیوار گرفته بودم تا زمین نخورم. آروم آروم قدم برداشتم و به طرف در خروجی رفتم. رزیدنت جوان طلبکار رو با تحقیر نگاه میکرد. احساس گناه داشت منو از پا در میآورد. به سختی از مطب بیرون رفتم. صداهای اطراف توی سرم اکو میشد. نفس میزدم و با اینکه آهسته حرکت میکردم اما قلبم اونقدر محکم میکوبید که نزدیک بود از جا کنده شه. نمیدونم چقدر رفته بودم و چند ساعت سرگردون چرخیده بودم که خودم رو جلوی بیمارستان دیدم. داخل رفتم. دلم خوش بود به حرفای منشی دکتر. نوبت دکتر عمومی رو گرفتم و اون ساعت از روز زیاد شلوغ نبود. زود نوبت هم شد. داخل رفتم. تاریخ شروع آخرین پریودم رو پرسید و سعی کردم آخرین پریودم رو به خاطر بیارم. درست 3 هفته قبل از اون شب و رابطه. چرا من این ماه پریود نشده بودم؟ چرا فراموش کردم؟ چرا اونقدر برای بابا و احوالش ناراحت بودم که نفهمیدم چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده؟ لب‌های لرزونم رو از هم باز کردم و گفتم حدود 3 هفته است که عقب افتاده. دکتر ابروهاشو توی هم کشید و اخم داشت. انگار فهمیده چه غلطی کردم. چهره آشفته و رنگ پریدم منو لو میداد. سرشو تکون داد و با همون ابروهای در هم نسخه نوشت و جلوی روم گرفت و گفت اورژانسی نوشتم، برو پایین انجام بده. چشم زیر لب زمزمه کردم و از روی صندلی بلند شدم. نسخه رو گرفتم اما نای قدم برداشتن و رفتن نداشتم. لبهامو محکم گاز گرفتم تا یه وقت گریه نکنم. یه آن از ذهنم گذشت حالا که من دارم اینجا انقدر زجر میکشم و به تنهایی صدها بار میمیرم و زنده میشم، فرزین کجاست و چیکار میکنه؟ اصلا میفهمه من دارم چه عذابی میکشم؟ میدونه تنهایی دارم توی چه منجلابی دست و پا میزنم؟ خودم جواب ذهن خستم و دادم و گفتم لابد با زنش آشتی کرده، سر خون زندگیشه. بعد از حساب کردن و نسخه رو به مسئول آزمایشگاه دادم و کوتاه نگاهم کرد و با اشاره به اتاقک کوچیک گفت برو نمونه رو ازت بگیرم. زبونم حتی نمیچرخید که حرفاشون رو تایید کنم. بی حرف روی صندلی نشستم.
نگاهم به سرنگی بود که پر میشد. چشمام سیاهی رفت. رو به شخصی که ازم نمونه میگیره با بیحالی گفتم حالم خوب نیست، میشه یه جا دراز بکشم؟ امید توی گلو زمزمه کرد و سرنگو توی لوله آزمایشگاه خالی کرد. از روی صندلی بلند شد و همونطور که از اتاق بیرون میرفت گفت برو قسمت تزریقات تا 1-2 ساعت دیگه که جواب آزمایشت حاضر میشه. با شی زمزمه کردم و به طرف تزریقات قدم برداشتم. نمیدونم چرا تو اون لحظات بحرانی و نفسگیر اینقدر خوابم میومد. خسته بودم و از همه چی دلم میخواست همونجا توی بیمارستان چشامو ببندم و دیگه باز نکنم. با اجازه از پرستار تزریقات روی یکی از تخت‌ها دراز کشیدم و پلکامو روی هم گذاشتم. نفهمیدم چی شد که چند دقیقه رو خوابم بود. یکم بعد با تکون دستهای همون پرستار از جا پریدم. نگاهم که به سرم توی دستش افتاد تازه یادم اومد کجام و به مریضی که رنگ پریده کنارش ایستاده بود اشاره کرد و گفت گلم پاشو مریض بخوابه. چشمی گفتم و به سرعت از تخت پایین پریدم که زیر شکمم تیر کشید. دستمو زیر دلم گرفتم و صورتمو از درد جمع کردم و روی یکی از صندلی‌ها نشستم. پرستار سرمو برای همون بیمار وصل کرد و دوباره رفت و پشت میزش نشست. نگاهی به ساعت انداختم. هنوز 20 دقیقه مونده بود تا جواب آزمایشم رو بگیرم. اون ساعتها برام عین سالها میگذشت و من بی حس و بی روح فقط چشم دنبال عقربه ها بود که از هم پیشی میگرفتن. نگاهم قفل تیک تاک عقربه های ثانیه شمار ساعت روی دیوار اتاق تزریقات بود که همون بیمار با حالی زار پرسید تو هم حامله ای؟ گیج و منگ نگاش کردم. نمیدونستم باید چی جوابشو بدم. آب دهنم و پرصدا قورت دادم که دوباره خیره به سقف. این بار با بغض گفت من افتادم خونریزی. این دفعه سومم حامله میشم و ماه سوم میفته. بغضش ترکید. نمیدونستم باید چی بهش بگم که تسکین دردهاش باشه. آخه خودم پر بودم از دردهایی که هیچ کس نبود برام مرهم بذاره و آرومم کنه. بی صدا نگاهش میکردم که دوباره خیره به چشمای پر از رنجم گفت از رو تخت آروم بیا پایین. برای بچه خوب نیست. مراقبش باش. مراقبش باشم؟ بچه؟ کدوم بچه؟ مگه من حامله بودم؟ این زن از کجا اینقدر مطمئن حرف میزد؟ اصلا چطور به خودش اجازه میداد راجع به من همچین فکری کنه؟ حسی از پرحرفیاش از روی صندلی بلند شدم. خودم هم باورم نمیشد حامله باشم. هنوز ته دلم امید داشتم جایی زندگی هوامو داشته باشه و بالاخره یه شانس دوباره بهم بده. اما با همه اینا قبل از بیرون رفتن از اتاق به طرف اون زن چرخیدم و گفتم امیدوارم این دفعه قسمت باشه و بمونه. لبخند پر از امیدش دلمو ذوب کرد. قلباً آرزو کردم کاش اگر خدا قرار بود بچه این وسط قرار بده توی وجود اون زن باشه، نه منی که اون وضعیت رو داشتم. آروم آروم به طرف آزمایشگاه رفتم. تنم یاری نمی‌کرد. مغزم قفل کرده بود اما آخرش که چی؟ با اینکه جواب کاملا مشخص بود اما بازم امیدوار بودم. امید اون لحظه تنها سرمایه‌ای بود که من داشتم. روبروی مسئول خسته و کلافه ایستادم با ابروهای مواج و چشمایی که خستگی ازشون میبارید. نگاهم کرد و پرسید جانم بفرمایید. لبامو با زبون ترک کردم. پر از استرس و آشفتگی به خاطر هجوم اون افکار در هم گفتم جواب آزمایشم اومد. هنوز حرفم تموم نشده بود که با همون کلافی که بین حرفای بی سر ته هم دوید و پرسید کدتو بگو. چند شماره‌ای که قرار بود جواب سرنوشت من رو به کل عوض کنه خوندم که بلافاصله برگر رو اسکن گرفت و روی میز گذاشت. حس کردم فقط یکم چهره کلافش به لبخند ملموس تغییر پیدا کرد و همونطور که هنوز نگاش به سیستم بود گفت مثبته. قلبم از حرکت ایستاد. تمام تنم تیر کشید. دلم میخواست سرش فریاد بدم بگم لعنتی سند بدبختیمو آرومتر توی صورتم بکوب. اما مگه این بیچاره خبر داشت من استادلو چیکار کرده بودم؟ برگر رو با دستهایی که سر شده و میلرزید برداشتم. نگاش کردم. کلمه مثبت روش بهم دهنکجی میکرد. پشتم خالی بود و سرد، تنها و بیکس. نگاهی به اطراف انداختم. دلم تکیه‌گاه میخواست. حداقل یه صندلی که بشینم.
دیگه پاهام تحمل ایستادن نداشت و به زور و پاکشان سمت صندلی‌های انتظار رفتم. برگه توی دستم تاب می‌خورد. بی‌معطلی یکی با خودم مرور کردم. کدوم دارو رو بخورم که راحت شم؟ بهترین گزینه اومد توی ذهنم. مگه چاره دیگه‌ای هم داشتم؟ اینجوری حداقل عذاب وجدان برای بابا کمتر میشد.